به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه جدیدی داریم و عنوان این برنامه یا درسترش یک روبریکه جدیدی تو گذاشتیم که چنانه که قبل برنامه نام از ناحیه ها بود و هر هفته هم 2 3 4 برنامه تقدیمتون میگردد و امروز یک زیر روبریکه جدیدی نامه مرا اصلاح نشر کنید. مثلا افرادی که نامه هایی دارند که یعنی کامل هست و وضعیت را کاملا فهمونده است و اون میتوانیم آنها را زیر این نامه مرا اصلاح نشر کنید، یعنی شاملش میکنیم و تقدیم ملت و مردم انشاءالله که خواهیم کرد. و امروز اولین برنامه نامه مرا اصلاح نشر کنید است و عنوان این برنامه خائن وطن کیست؟ محمد اقبال صدرالدین یا امام علی رحمانوف. ای برادر عزیز، خوش به نامت که از نامت اینها اینقدر در ترس و وحشت افتادند. نام تو را میشنوند بدنشان در لرزه میافتد، نام تو را میشنوند ازارشان را تر میکنند، نام تو را نامیستتیه کردند. خوش به نامت، خوش به حالت. سلامت باشید برادر گرامی. نامه از خوجند است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، مبارز جانفدا و حق گو راست قول داملا محمد اقبال صدرالدین، التماس همین نامه مرا علاهیده نشر نمایید. نامه از خوجند سیتی نویسید. برادر محمد اقبال صدرالدین، شما را الله تبارک و تعالی در پناهش نگه دارد. خداوند مهربان و بخشاینده این دنیا و آخرتتان را آباد گرداند. من گفتنی ها زیاد دارم، حالا از آن شروع می کنم که در فرودگاه بین المللی شهر خوجند به سر آنهایی که از مهاجرت کاری برمیگردند چه حادثه میگذرد. وقتی از روسیه به خوجند می آید، تلفن را در ایرپورت خوجند پرورکه می کنند. میپرسید که برای چی؟ برای آن که مبادا تو در یوتیوب امر معروف یا محمد اقبال صدرالدین را دیده باشی. برای همین کارمندان مقامات امنیت و میلیسای فرودگاه خوجند هم را یکسره پرورکه میکنند. اینها از الله مهربان نمیترسند، ولی از امر معروف و محمد اقبال صدرالدین میترسند. استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله. قصه کوتاه، من چندین سال به این طرف وطن نرفته بودم، ولی از رفتنم پشیمان شدم و دلم از اقیانوس یخبسته شمالی هم خنک‌تر گشت. میپرسید چرا؟ یکم، مسجد میروی پیشوای ملت گویی سر میشود. امر معروف استغفر الله پیشوای ملت نه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیامبر گرام قدر ما، بلکه امام علی رحمانوف است. دوم، ریش ماندن وبشه پرابلم کشمر است. ریش داشته باشید فرق ندارد که کوتاه است یا بلند، پرورکه شما سخت‌تر می شود. سیوم، سطر عورت زنها هم به نهایت مسئلهش پرابلم است. یک زن همراه ما بود که در سر روی مالی کلانتر داشت. او را خیلی سخت گفتگو کردند، اتاق علاهیده بردند، زنهای پگرانیچنیک تفتیشش کردند. آن زن زیر آب و عرق ماند بیچاره، تنها برای آن که روی مالش کلانتر بود. چهارم، نرخ و نوای پروداکت یعنی محصولات بسیار هم گران، حتی نظر به روسیه. چند روزی که خوجند بودم یک علاج کرده زندگی کردیم، درسترش روز گذراندیم. لیکن وقتی برگشتم به روسیه در ایرپورت خوجند کینا سر شد. اگر مسافر تاجیک شهروندی روسیه را داشته باشد مینیمال نیسومه 500 سومونی. برای چی؟ برای آنکه تو باید ونوترنی پاسپورت تاجیکی را نشان دهی. اگر نداشته باشی ستافگاهی کمترین از 500 سومونی سر می شود. کارمند ایرپورت با لهجه جنوبی می گوید مده فرق نداره، خو اکد خو تغت خو پیشوا ده زنگ بزه، همین 500 سومونی را می دهی می روی روسیه، نباشم ایراهت می گردونمت. نامناسب این کارمندی به زبان ایرپورت را نمیدانم، چون که چندین سال است که در خوجند نیستم. برادر محمد اقبال، اما من حیران شدم که کارمند ایرپورت پیشوا را وبشه پریزنود نمی کند. 100% قایل شدم. لیکن آن داملای مسجد و خلق بیچاره پیشوای ملت گفته گویا عزت و احترام نشان میدهند، اما این پیشوا 33 سال می شود ملت را سرسان و سرگردان و در بدر و مهاجر و خوار و ذلیل کرده گشته است. من از الله مهربان میخواهم چی خیلی که مقامات تاجیک خلق را سرسان و سرگردان و خوار و ذلیل و عذاب میدهند، این دنیا و آن دنیاشان را خوار و ذلیل گرداند. اللهم آمین. در یادم هست که سال 2003 یا 2004 در ایرپورت خوجند ترمینال نو ساختند. این ترمینال از طرف صاحبکار خوجندی با کلیچکه نور، نامش را نمیدانم، ساخته شده بود. نور بهترین صاحبکار بود. کارخانه ها، مغازه، ظرفافکه های گاز هم داشت.
اما بعد پریمیر سالهای 2010 رحمانوف گرسنه چشم و کارگرانش همه چیز و چاره و تجارت های او را کشیده گرفتند، غصب نمودند. وزیر نور در کجا است نامعلوم. بعضی میگن که در روسیه، بعضی دیگر میگن که در خیتای و باز این گپ ها هم هست که در اروپا است و در همانجا بیزنس و فعالیتش را کرده ایستاده است. اما حاضر رئیس فرودگاه خوجند نفر با نام قربان بوده است. قربانی قجیل، همون یعنی که خوب معروف است دیگه، رئیس ایرپورت خوجند. میگویند با تخمینه دختر رحمانوف خدا میباشد. بله 100% خدای همون است و شفیار پیشینه گلوفی خسری سابقی تخمینه. این قربان خجیل جای آن که فرودگاه را آباد کند در چندین میلیون با میرمی با گفته شما گورسوخته هیکل گذاشت. من حیرانم که هیکل مریم گورسوخته با فرودگاه چی دخل دارد؟ مریم گورسوخته لوچیک بود چی؟ و این هیکل باز در خوجند برندو در نزد فرمای دنغره گذارند نمیشد. آخر مردم میپرسد که این رحمانوف کی سر میشده باشد. همه تجارت و جایهای اساسی خوجند را به خش و تبارش به زوری گرفته داده است. حتی بازار پنجشنبه خوجند را میگوید که به حسن اشکمبه دادر عروسش گرفته داده است. وقتی رحمانوف در سال 1994 نامزدیش را بار اول به پرزیدنتی گذاشت به خوجند آمد، اصلا به وی کم آواز داده بودند. نداده بودند گویم هم می شود. فقط یک گروه منصبداران و حمیدوف طرفدارانش آواز دادند و خلاص. مردم خوجند به وی مجبوری آواز می دهند. عبدالجلیل حمیدوف که از ناحیه باباجان غفورov بود لیدر آن وقته ولایت یعنی رئیس ولایت بود. رحمانوف با وی کرسی سروزیری را وعده می کند. این حمیدوف حتی با ورتالیات کاغذ تقسیم می کند که مردم خوجند به رحمانوف آواز دهند. لیکن بعد با فریب پرزیدنت شدن رحمانوف عبدالجلیل حمیدوف را زندان کرد. وی چند سال گرفت دقیق نمیدونم، اما در زندان وحدت کرپیچنی زندان بود. در آنجا او را کی تا برآمدنش کم وقت مانده بود یا اوکال میزنند یا زهر میدهند که در آنجا میکشند او را. حمیدوف و عبدالملک عبدالجانوف خدا و انده شده بودند. این خدای آنها پیش از آمدن رحمانوف بود. در آن انتخابات خلق و عبدالملک عبدالجانوف آواز داده بود. لیک آن وقت حمیدوف بخیلی کرد. چی کار کرد چیزی شد که نمیدونم که رحمانوف را گذراندند. آن وقت عبدالملک عبدالجانوف گفته بود است که اگر پرزیدنت شوم خلق کار نکند هم 10 سال به ذمه خود میگیرم. این گپ را از کلان سالان شنیده بودم. ای برادر محمد اقبال صدرالدین، باور کنید که خلق تاجیکستان از دست این رحمانوف ظالم گرسنه و دیکتاتور ادوشی سرسان و سرگردان است، چی در داخل و چی در خارج. شاید فکری دیگر کنید، اما من آنچه را که در 3 هفته در وطن بودنم دیدم و حس کردم میگویم که مردم به شما سخت باور دارد که یک روز نه یک روز برمیگردید و مردم را از زیر یوغ این نامرد کثافت پلید و دودمانی بی‌خاصیتش نجات میدهید. اینجا در وطن وضعیت به حد وزنین است. مردم را مرغ کردگی‌اند. هیچگاه خوجندی ها و خوجند را با این وضع و حالی بد ندیده بودم. کارمند میلیسا، امنیت، پرکرار، نلاک، سود، حتی گایشنیک های قدی راه 100% نباشد هم 80% از محلی برای همه معلومند در خوجند. برای اینها داشتن حجت قاعدوی بودنی همه اسناد خوش نمی آید، بلکه روی راست میگویند که حجت زدگی اون طرفش رو فهمید. به خدا این رحمانوف را هم زدگی، رستم را هم زدگی، آزاده را کو تماما دولت و حکومتشان را دو زدگی. اینها اینجا نه در فکر قانون و نه در فکر ترتیبات و نه هیچی، فقط پول. من حیران شده ایستادم که رحمانوف در دوشنبه مسجد کلان و دانشگاه اسلامی ساخت، لیکن حجاب و ریش من است. اینها را چه خیل فهمیدن ممکن؟ من ریشی دراز نداشتم، مرا بردند و تا 5000 روبل گرفتند، سر ندادند. برای همین ریشی کوتاهم. وقتی فرودگاه فرامادم هم ریش داشتم اما نداشتند آنجا، ولی وقتی در ماشین یک برادر شهر را سیر و تماشا میکردیم گایی ها داشتند. باور کنید گایی بریش چیکار دارد؟ و مجبوری عدلم بردند و در راه ترس و تهدید را سر کردند. تلفن موبایلم را گرفتند. یکیش به همین زبانی برای من نافهمه بود دغل پرسید که سغره نماز میخونی؟ وقتی فهمید که نمازم را ترک نمیکنم پس تلفنم را گرفت و با گفتن سر کرد. کانالی یوتیوب در آمد و گفت که تو با محمد اقبال صدرالدین رو تماشا میکردی؟ با وی علاقه داری؟ گفتم علاقه ندارم. خلاص تهدید و شانتاژ کردند. آن رفیقم به من فهماند که یک بالا کن و پول ده، اگر عدل برن استاتیا زده حبست میکنند. مجبور 50000 ده، 5000 روبل داده خلاص شدم. تهدید کردند که استاتیا محمد اقبال صدرالدین رو میزنیم، تو با خائن وطن همراه شده ای گفتند. بعد وقتی از دست این گایشنیک ها خلاص شدیم، آن برادر راننده که دوست و همسایه دوران بچگی هم میباشد حکایه کرد که در همین فصل بهاری امسال یک برادر همراه عائله‌اش از سنت پترزبورگ خوجند رفت.
او را در شستای عدل خوجند برده گناهکار اعلام کردند. استاتیای محمد اقبال صدرالدین 307 زدند. گویا وی با محمد اقبال صدرالدین پول پریود کرده 100 یا 150 روبل. 6 سال زندانش کردند. اون آدم 3 کودک داشت. اکنون 3 کودک وی را کی نگاه بین میکرده باشد؟ من گفتنیم ای رحمانوی علیه لعنت، تو با محمد اقبال صدرالدین بازی کنی، هم با الله مهربان و دین اسلام بازی نکن. والله قسم این الله مهربان همین خیل میزند که خبر نمییابی. زدن خدا صدا ندارد، وقتی که زد دیگر دوا ندارد. این کارهای تو یک روز نه یک روز دنیا و آخرتت را جزیر میکند. تکش تو ایمی ویدو رحمانوف. روز قیامت که تو باور نداری، ان شاء الله ملت عزیزی تاجیک از جمله خودی من به تو شاهدی میدهم برای ظلم و ستمی که تو بالای این ملت به مقاماتت کرده ای. رحمانوف، تو در تگ دعای بد این ملت موندگی. ای مردم عزیز، خائن وطن خود رحمانوف است. وی به ملت و وطن و دولت خیانت کرده ایستاده است. یا الله مهربان ملت عزیزی پر صبرم را پیروز گردان. اللهم آمین. آخر سخن، خواننده و بیننده عزیزی اصلاح، با درخواست این برادر که استاد یکی از دانشگاه‌های با نفوذ روسیه است، ما روبریکه نوی را تحت عنوان نامه مرا اصلاح نت نشر کنید در سامانه اصلاح جا دادیم. هر از گاهی چون این نامه ها به دستمان رسید که مسئله و موضوع داغ مطرح و مؤلف درخواست نشر علاهیده کرده باشد، زیر این روبریکه منتشر میکنیم. اما نامه شما باید مکمل و پره باشد. این چنین میتواند از هر ناحیه هم که باشد مشکل نداره. یعنی نامه از ناحیه یا معلومات در مورد یک ناحیه است، ولی کاملا باید یعنی یک برنامه 15 دقیقه 18 دقیقه 20 دقیقه شود، ولی 5 کلمه ننویسید بگید این برنامه علاهیده که اگه خودت بکو بیو دوام شم. ما یگونش گفته گفته نمیتونیم، ولی کاملا وقتی نوشتید ما میتوانیم که اون رو در این برنامه جای دهیم. و اما این خط و خبرها که به بهانه علاقه و پریود پول با بنده محمد اقبال صدرالدین چندین نفرها را زندان کردن، برای ما از چند وقتی پیش رسیده است و ما در برنامه‌هایمان در این باره گفته بودیم. این یک بهانه است به دست مقامات رحمانوف که گویا شریک خائن وطن و تروریستی را آشکار کردند. اگر آن نفر پول دهد آزاد، پول ندهد زندانش میکنند. بله، این گونه حالت ها ما آگاهی داریم. تا امروز یگان نفر از آن برادران و خواهرانی که با اصلاح همکاری دارند در هیچ ناحیه بازداشت نشدند. و تا امروز هم برادران و خواهرانی که با اصلاح همکاری دارند، چی در نوشتن، چی در کمک ها، چی در پیام رسانی ها، در همه بخش ها هیچ مشکلی به آنها نشده است. تنها زور رحمانوف با مردم عادی به خاطر ترساندن این کار را میکند. اما بدانید و آگاه باشید، نفر خائن وطن است که با تن کتب و زور عسکر و افسر خارجی روس و ازبک حکومت را اشغال کرده باشد، زمین مملکت را فروخته باشد، ارتش کشوری بیگانه را برای حفظ و بقای کرسی خودش در وطن جا داده باشد، صدها هزارها بلکه میلیون ها مردمانش را ناچار کرده باشد که برای پیدای رزق و روزی در کشورهای دیگر مزدوری کند، بچه و دختر و داماد و تمام اهل و اولادش را به سر حاکمیت آورد و از حساب پول خلق برای آنها عیش و عشرت تأمین کند، از کرسی قدرت نرود و قانون اساسی را مثل اورپچه پمپرز تغییر داده خود را عمرباد رئیس دولت سازد، حکومت را میراثی و عائلوی کند، راه مردم را پولکی کند و پول آن راه را به جیب خودش زند، به حسابهای آفشاریش فرستد، مسجد و مدرسه و دین و ملا و تمام مقدسات مردم را خوار و تحقیر کند، زندانها را از مردم بیگناه پر سازد. مگر من محمد اقبال صدرالدین کدام از این کارها را کردم؟ دست را روی سینه‌ات گذار رحمانوف پلید و بگو آیا این همه جنایات و خیانات تو هست یا این که از من؟ اگر چند نفر برای پیشرفت کار مبارزه کمک کرد که خیلی وقت از قطع شده است و کارهای رحمانوف می شود مقایسه کرد؟ هرگز نه. رحمانوف برای ساختمان مکتب، بنگاه طبی، صنفخانه، راه، ساختمان میدانی پرچم و گرب و حتی بنای حزب خلقی دموکراتی که کار حکومتی وی است پول میگیرد. در صدها نامه مردم از تمام ناحیه های کشور و با زور و مجبوری از آنها پول گرفتن رحمانوف و مقامات وی نوشتند. خود رحمانوف در پیام اخیرش گفت که در 3 سال اخیر مردم با ننگ و ناموس 5 میلیارد سامانی، توجه کنید، 5 میلیارد سامانی برای آبادانی خرج کردند. ای خدا تو را بگیرد، این پولها را مردم با خواهش خود ندادند، تو آنها را با زور ستانده ای. اما آنها که برای مبارزه چند روبل با میل و اراده خود گذراندند، کسی آنها را مجبور نکرده است. تلخکف شدی رحمانوف.
وقتی تو این میلیارد را از مردم بازوری و شانتاژ میگیری و از نام خودت گویا آبادانی کرده ایستاده ای، تو خائن وطن حساب نمیشوی و من خائن وطن باشم. خوب میدانی رحمانوف که برای سفرهای تو به ناحیه و شهرها میلیون مردم به هوا میرود، حتی از پادوان، حتی از سپاژنیک، حتی از سرتراش پول جمع میکنند، از مهاجرهای مهنتی برای سفرهای تو پول جمع میکنند. کو بگو که با این وضع و حال کی خائن وطن است؟ من خائن وطنم یا تو رحمانوف؟ چرا خود رحمانوف را برای پول پرسیدنش از مردم، برای به اجبار و مجبوری خانه به خانه گشتنش خائن وطن نمیگوییم؟ بار دیگر میگویم که اگر برای مبارزه کمک کردن با میل و اراده خود کردن، اما تو با استفاده با زور دولت، با تهدید و ترساندن و ارعاب و شانتاژ پول میستانی، این است یکی از صدها خیانت و جنایات تو. مردم خوب میداند کی خائن وطن است در اصل، که تو هستی. ان شاء الله استاتیای 307 را که استاتیای محمد اقبال نام داده استاتیای رحمانوف خواهد شد. رحمانوف تو زمین را به خیتای ندادی؟ رحمانوف تو راه مردم را پولکی نکردی؟ رحمانوف تو مسجدها را نبستی؟ رحمانوف تو از آن که شعیره اسلام است ممنوع نکردی؟ رحمانوف تو ثروت‌های وطن را نفروختی؟ رحمانوف تو حکومت را عائلوی و محلی نکردی؟ رحمانوف تو فساد و رشوت را رواج ندادی؟ بدان و آگاه باش که خائن و خیانتکاری وطن تو هستی، نه من محمد اقبال صدرالدین. هیکل مریم شکسته، پورترت هایت برچیده، کتاب های جعلی و دروغیت سوزانده، خانه ات غمخانه می شود رحمانوف. اسپید کردی میگریزی، وگرنه نه تو، نه رستم، نه آزاده و نه این عائله یعجوج و معجوجت به جواب نخواهد ماند. آنگاه میفهمی که کی خائن وطن می باشد. من برای آن که واقعیت ها را میگویم، من برای آن که پرده دروغ را از سر و روی تو میکشم، من اصل وجود تو را مینمایانم. تو مرا استاتیا زده، انا برای چی تو مرا خائن میگویی؟ حالا فکر کردی آنها را که استاتیا زده زندان کردی؟ مردم ترسید، مردم میترسید، سمت ما، سوی ما نمی آمد، این گونه نمی نوشت. این ترس تبدیل به تنفر شده است. این ترسی که تو مردم را میدهی به قصاص گرفتن آنها را وادار میکند. تنفری که هر روز میافزاید نسبتت، نسبت مقاماتت، نسبت خانواده‌ات، نسبت خسر بچه‌هایت، نسبت دختران و نسبت قده‌هایت. تنفر از تو، از حکومت تو، از بچه تو، از دختران چیلشویه تو. بله رحمانوف تو خوب میدانی که پایان تو پایان خوبه نیست. بابوی این استاتیای 307 نشو. حال و روزی نور سلطان نظربایوف، حال و روزی قرمانبک باقیوف، حال و روزی چواشوسکی، حال و روزی قذافی فراموش نکن. یقینا خائن وطن تو هستی رحمانوف. خوب بیننده عزیز و گرامی، این بود اولین برنامه که تقدیمتان نمودیم در مورد روبریکه جدید زیر نامه مرا اصلاح نیت نشر کنید. امیدواریم که نامه های داشته باشید، حتما فرستید تا اینکه آنها را تقدیم ملت و مردم نماییم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.